سست و پاتیل بودم که دختر فامیلمونو که خیلی هم خوشگل بود بردم رو تخت. نفهمیدم چی شد، ولی 1 ماه بعد بود که به هم خبر بارداریشو داد و تهدیدم کرد که به زنم همه چیو میگه. اگه اون اتفاق نمی افتاد الان. سلام دوستان، به چنل خودتون خوش اومدین. چنل رادیو خیانت راوی داستان‌های واقعی افرادی است که یا خیانت کردند و یا خیانت دیدن. من از اسامی غیر واقعی استفاده کردم تا حریم خصوصی افراد حفظ بشه. صدای چکه‌های آب آزاردهنده بود. همیشه به سر و صدا حساس بودم. نه با کوچکترین صدا خوابم نمی برد. با کلافگی به حموم رفتم و سعی کردم با سفت کردن شیر آب جلوش رو بگیرم و دوباره برگشتم تو اتاق. نزدیکای مهرماه بود و خونه‌ای که من اجاره کرده بودم روبروی مدرسه ابتدایی. و با اینکه من ساعت 9 میرفتم سر کار، اما به سر و صدای بچه مدرسه‌ای جدید عادت کرده بودم و 7 صبح از خواب بیدار می شدم. روزی که خدمتم تموم شد و از خانواده به خاطر اختلافات شدیدم با بابا جدا شدم، اصلاً فکرشو نمی کردم تنهایی چقدر میتونه بد باشه و چقدر افسرده و منزوی بشم. من بهرادم، 22 سالمه و اصالتا اهل تهرانم، ولی 6 ماهی هستش که به آمل نقل مکان کردم و توی کارگاه تولیدی مبل مشغول به کارم. پسر خوشبر و رو همطور خونگرم و اجتماعی بودم و در این حال بیشتر وقتامو با رفیقام پر می کردم تا اینکه بالاخره افتادم تو سختی زندگی و اینجای زندگی بود که فهمیدم رفیق یعنی پول تو جیب تو بس. حالا که به گذشته فکر میکنم میتونم بگم پسر سر به هوایی بودم و از نیت آدمای دور و برم بیخبر. پدرم با اینکه اعتیاد داشت ولی یکی از بازاریای خوب و قدیمی که برای خودش بگی نگی اعتباری داشت بود و هیچ وقت نمیذاشت کسی تو کاراش دخالت کنه. اواخر سربازیم با چند تا از همخدمتیام تصمیم داشتیم کافه بزنیم و قرار بود سرمایه رو من از بابام حاج احمد بگیرم که خب بنده خدا تا سر و وضع دوستا و رفیقای منو دید مخالفت کرد و قصد حمایت از منو نداشت. جوون بودم و مغرور، نتونستم با مخالفت بابام کنار بیام و علیرغم اینکه مامانم به خاطر من خیلی سعی داشت رأی بابامو عوض کنه، یه شب که مریم و مسعود نامزدش با بابا رفته بودن برای خرید جهاز مریم خواهرم، باهاشون بحثم میشه و به بابا تیکه انداختم که فقط برای دخترت دست تو جیبت میکنی و پشت پسرت نیستی. با اینکه بابا خیلی سعی داشت منو آروم کنه، اما من با ندونم کاریام بابامو پیش دامادش سکه‌ای پول کردم. اسبابمو جمع کردم و از خونه زدم بیرون. اما رفیقام تا دیدن نه تنها هیچ پولی نتونستم از بابام بگیرم و برعکس آس و پاس و بیجا و مکان اومدم خونشون تا مستقر بشم، با هم خیلی سرد برخورد کردن و هیچ کدوم حتی برای یه شبم که شده به هم جایی برای خوابیدن ندادن. مغرورتر از این حرفا بودم که دست از پا دراز سر برگردم خونه. لپتاپ و گوشی آیفون و هرچی که قیمتی بود و داشتم فروختم و گشتم دنبال رهنه خونه. من که بعد از دیپلم درسمو ول کرده بودم و پیش بابا کار میکردم، اما حالا با خودم گفتم من که دارم مستقل میشم، چرا تو تهران بمونم؟ من همیشه عاشق آب و هوای شمال بودم و به هم حس زندگی میداد. عاشق طبیعت و دریا بودم. برای همین تو دیوار گشتم و یه جای مناسب که پولم برسه رو پیدا کردم. با ورودم به شهر آمل کمی اسباب اساسی دست دوم خریدم. خونه کلنگی و کوچیکی بود. خیلی زود تمیزش کردم و تو کمتر از 1 هفته کار پیدا کردم. روزای عادی رو میگذروندم. حتی سیم کارتمو عوض کرده بودم و تو تمام اون 6 ماه نه خانواده و نه دوستام هیچ کس ازم خبری نداشت. اوایل حس خوب و سرخوشی داشتم. برای خودم آشپزی میکردم، شمالو میگشتم، میرفتم شنا لب ساحل یا جنگلا و جاهای دیدنی رو میچرخیدم. با اینکه همه چیز تو آرامش و به خوبی پیش میرفت، ولی یه شب مریضی کافی بود تا به هم بفهمونه که چقدر تنهام
و یاد مامانم افتادم که همیشه تو حال بدیام کنارم بود و هر جور دمنوش و سوپی رو برام آماده میکرد. هوا پاییزی شده بود و دلگیر. هر از گاهی دلم میخواست بغضم رو بشکنم و گریه کنم. همین تنهایی باعث شد تا منم سیگار رو امتحان کنم و نفهمیدم چطوری گذشت که روزی حداقل 5 نخ سیگار میکشیدم. روز به روز افسرده تر و تنها تر می شدم. یه شب موقع برگشت به خونه چشمم افتاد به دختر همسایه. اکثرا سر و صداشون رو می شنیدم و متوجه شده بودم که پدر این بنده خدام اعتیاد داره. اما با پدر من خیلی متفاوت بود. انقدر دوز مصرفش بالاست که اکثر وسایل خونه‌شون رو میفروشه و همیشه زن و بچه‌شو کتک میزنه. اما اون شب که دیدمش، اون دختر که فکر کنم اسمش یگانه است، چهرش مثل قبل افسرده نبود. یه دختر قد بلند با پوست سفید و چشم ابرو مشکی. اون شبو کمی به خودش رسیده بود. میدونستم که تو اون سن کمش سر زمین کار میکنه و دستاش مثل دستای یه پسر شده بود. ولی اون شب یه لاک آبی فیروزه‌ای زده بود. یه شلوار جین و شال آبی رنگش ظاهرشو خیلی تغییر داده بود. دم در وایساده بود و همش به ته کوچه نگاه میکرد. اون شب یک کم کنجکاویم گل کرد و تمام مدت دم پنجره نشستم. سیگار کشیدم و یگانه رو میپاییدم. بالاخره یه ماشین دم در خونشون نگه داشت. یه ماشین تقریبا مدل بالا که یه مرد کچلواری سندار، میشه گفت تقریبا 37 ساله، با یه دختر بچه تقریبا 7-8 ساله و یه پیرزن که تو دستش جعبه گل و شیرینی بود از ماشین پیاده شدن. یگانه سری رفت طرفشون و خیلی تحویلشون گرفت. با خودم گفتم پس این تیپ زدنش برای خواستگاره. ولی آخه یگانه که سن زیادی نداره و محصله. خیلی دلم میخواست بدونم که چی پیش میاد. ولی هر چی که بود مطمئن بودم که اون مرد حدوداً 20 سالی از یگانه بزرگتره و این ازدواج از پایه غلطه. ناخودآگاه ذهنم به سمت یگانه کشیده شد. نمیدونم چرا برام مهم شد و دلم سوخت. من از پشت پنجره کاملا خوشحالی یگانه رو درک می‌کردم و میدونستم چرا ذوق زده شده. معمولا دخترایی که پدرشون اعتیاد دارن خودشون هر چقدرم خوب باشن پسرای کمتری میان سمتشون. من که پدر خودم هم اعتیاد داشت و با اون وضع مالی خوبش مریم خواهرم خواستگاری چندانی نداشت و در آخرم با مسعود که یه پسر سربزیر و معمولی تو دانشگاهش آشنا شد. ته دلم گفتم این یگانم حقشه که بره دانشگاه و درسشو بخونه و اونجا با یکی که دلخواهشه آشنا بشه. معمولا یگانه صبح ساعت 8 میرفت سر زمین تا کار کنه. تا خود صبح به دختر همسایه که تا حالا با هم حتی هم صحبت هم نشده بودیم فکر کردم. بالاخره خوابم برد و فردای اون روز بازم با سر و صدای بچه مدرسه یا بیدار شدم. یه دوش گرفتم، یه چایی دم کردم و یه نخ اول صبحی کشیدم تا سر حالم بیاره. هوا بارونی بود. یه ژاکت چرم پوشیدم با پوتینای مشکیم. از پنجره کشیک دادم تا ببینم یگانه کی میره سر زمین. طولی نکشید که یگانه مثل همیشه ساده اما تر و تمیز با لباسای معمولی که اغلب برای سر کار میپوشید از خونه زد بیرون. منم از خونه خارج شدم. بارون شدید بود و سعی کردم جوری آروم راه برم تا کسی متوجهم نشه. کمی یگانه رو دنبال کردم تا رسیدیم به یه کوچه خلوت. اینجا دیگه رفتم نزدیکش و صداش زدم. با دیدنم با تعجب برگشت. سکوت کرده بود و نمیدونست باید چی بگه. اما خودم شروع به صحبت کردم و گفتم میشه وایسی؟ باهات حرف دارم. یگانه که نمیدونست من اونجا چی کار میکنم خیلی مؤدبانه و متین جواب داد بله چرا که نه بفرمایین. من نمیدونستم از کجا شروع کنم و براش تعریف کردم و گفتم ببین یگانه خانوم من آدم حساسیم به سر و صدا. قصدم فضولی نیست و برای همین تا حدودی از شرایط خانوادگی تو رفتارهای پدرت آگاهم. و بهش گفتم که خواستگار دیشبشم دیدم و اون آدم حداقل 20 سال باش اختلاف سنی داره و با ازدواج این شکلی نمیتونه خودش رو از اون وضعیت خلاص کنه. یگانه که خیلی معذب شده بود از حرفام انگار ازم خجالتم کشیده بود. تو جوابم گفت من باید برم محل کارم وگرنه دیرم میشه.
اگه میشه بعداً با هم صحبت کنیم. نخواستم اذیتش کنم و شماره‌شو ازش گرفتم و منم با رفتن یگانه به سمت محل کارم رفتم. مدتی رو تو محل کارم مشغول بودم و حدودای 5 عصر بود که یگانه بهم پیام داد و برام نوشته بود که خوب نیست تو محل، شاید کسی ما رو ببینه، مخصوصا الان که خواستگار داره و احتمالش هست که جواب مثبت بهش بده. یگانه خودش از من خواسته بود که بریم یه جای خلوت که رفت آمد کسی اونجا نباشه. منم اون روز از صاحب کارم مرخصی گرفتم و زودتر کارو تعطیل کردم و ساعت 7 عصر بود که سمت یه خونه باغ قدیمی و متروک رفتم. البته من اونجاها رو زیاد بلد نبودم و یگانه آدرس رو برام SMS کرده بود. من کمی دیرتر رسیده بودم. یگانه از قبل من اونجا بود. تا رسیدم با کنجکاوی گفتم اینجا کجاست؟ خفتمون نکنی یگانه خانوم. یگانه لبخندی زد و گفت خونه عمومه، پول نداره بسازتش، همینطوری مونده. کمی حاشیه رفتیم تا بالاخره رفتم سر اصل مطلب و خواستم به عنوان یه حامی مثل یه برادر کمک یگانه باشم و قانعش کنم که با اون آدم ازدواج نکنه. یگانه بغضش شکست و این بار شروع کرد به صحبت کردن. از حرفاش فهمیدم حدسم درست بود و به خاطر کتکا و اذیت‌آزاری پدرش دلش میخواد زودتر از اون خونه بره. یگانه تازه 18 سالش شده بود و داشت برای کنکور میخوند. اما اینطور که فهمیدم اون مرد فامیل دورشونه. 36 سالش بود و یه دختر 7 ساله هم از زن سابقش داره. یه سالی هست جدا شده ولی اونقدر پول داره که اختلاف سن و فرزندش به چشم نیاد و بابای یگانه از خدا خواسته بدون مشورت با خانواده بله رو داده بود. یگانه هم به خاطر آسایش خودش و درآمدش گفته بود که با دختر بچهش کنار میاد و میتونه بزرگش کنه. من اما حرصم گرفته بود و دوست نداشتم یگانه اینطوری آیندهشو بسوزونه و بهش گفتم که ردش کن، درس بخون، کار کن تا با عشقت ازدواج کنی. یگانه ناامید نگاهم کرد و گفت کسی با این ظاهر نامرتب و خانوادم عاشق من نمیشه. در ضمن اگه من ردش کنم بابام کتکم میزنه، نمیتونم بی دلیل مخالفت کنم. نمیدونم چرا ولی این حرفای یگانه انقدری برام سوزناک بود که من اصلا به حرفی که میخواستم بزنم فکرم نکردم و جلوی رفتنشو گرفتم و بهش گفتم اگه من بیام خواستگاری چی؟ حرفم خنده‌دار نبود اما یگانه گل از گلش شکفت و با خنده گفت این همه مدت دم در میشستم تا ببینم به هم توجه میکنی یا نه. حالا که دیدی خواستگار دارم به چشت اومدم. یگانه یه جورایی داشت عشق و دوست داشتن پنهونیشو به من اعتراف میکرد. یه حسی داشتم با اینکه یگانه برای من فقط یه دختر بچه با نمک بود اما دلم میخواست خوشحالش کنم. با یگانه کم دیگه صحبت کردم و تا نزدیکی خونه رفتیم. شروع آشنایی ما همون روز بود و ما کم کم میخواستیم این موضوع رو با خانواده ها در میون بذاریم. یه هفته گذشت و یگانه قرار بود که جواب نهاییشو به خواستگارش بده که من خودم در خونه‌شون رو زدم و با پدر یگانه صحبت کردم. میدونستم که بابای یگانه همه چیزی که تو سرشه پوله. برای همون از خونمون تو تهران و خانوادم و وضع مالی که بابام داره بهش گفتم. نتونستم خیلی راحت بابای یگانه آقا محمود رو راضی کنم که خواستگارش رو رد کنه تا صبر کنن من این موضوع به خانوادم اطلاع بدم و با اونا برم خواستگاری دخترش. آقا محمد بی برو برگشت قبول کرد و گفت فقط یه هفته فرصت دارم تا با خانواده به خواستگاری دخترش برم وگرنه یگانه باید خواستگاری که داره رو قبول کنه. یگانه کمی به هم اعتماد کرده بود و هر از گاهی قبل یا بعد از سر کار رفتنمون میومد خونم و برام تمیز میکرد یا یه چیزی درست میکرد و 2 نفره میخوردیم. دست پختشم که محشر بود. دقت کرده بودم جدیدنا هر وقت میخواست بیاد پیشم یه ذرم به خودش میرسید و یه روژی میزد. یه هفته زمانم داشت به پایان میرسید و من هنوز به خانوادم خبر نداده بودم. بالاخره شماره بابا رو گرفتم و خیلی زود گوشیشو جواب داد. بابا از شنیدن صدام پشت گوشی ذوق زده و خوشحال بود. صداش کم میلرزید. معلوم بود خیلی دلتنگم شده و راضی بود برام همه کار کنه تا برگردم خونه. خیلی زود جریان رابطم و ازدواجم و با بابا در میون گذاشتم. از صحبتهای بابا متوجه شدم که اونا میخوان برای مریم زودتر عروسی بگیرن.
اما دنبال من بودن و بابا گفته بود اگه یه دونه پسرش نباشه عروسی و جشنی تو کار نیست و حتما باید صبر کنن. برخلاف چیزی که انتظار داشتم، وقتی جریان رو برای بابام تعریف کردم نه تنها ناراحت نشد و مخالفتی نکرد، بلکه همش از یگانه و رفتارش و روحیاتش و خانوادش ازم میپرسید. از اونجایی که خودشم مصرف میکرد با اعتیاد بابای یگانه مشکلی نداشت. بهم توضیح داد تو قراره با دختره زندگی کنی، خودش مهمه نه خانوادش. شب که شد و بابا خونه رفت شمارم دست همه افتاد. مامان، مریم، حتی مسعودم بهم زنگ میزدن و کلی گفتیم و خندیدیم و مامان برام خیلی خوشحال بود. اون شبا برعکس هر شب نتونستم برای یگانه وقت بذارم و اکثر پیاماش بی جواب میموند. اما تا بهش گفتم که با خانوادم در میون گذاشتم و فردا توی راهن تا بیام برای خواستگاری، برق از کله این دختر پرید از بس که شاد بود. از صابکارم برای فردا مرخصی گرفتم و من که 6 ماهی بود بدون مرخصی براش کار کرده بودم بیچون و چرا قبول کرد. دستی به سر و گوش خونه کشیدم که فردا خانوادم اومدن نگن این چه وضع زندگیه. البته که وسواس و تمیزی داشت، از یگانه بهم سرایت میکرد. صبح زود بیدار شدم. 2-3 ساعتی گذشت و زنگ در به صدا در اومد. با خودم گفتم چقدر زود رسیدن، اما در رو که باز کردم با دیدن یگانه جا خوردم. چند تا ظرف غذا دستش بود و بوی قرمه سبزی که پخته بود فضا رو پر کرد. یگانه از الان برای خانوادم غذا پخته بود و سعی داشت خودش رو تو دل همه جا کنه. البته که دختر تو دل برو جذابیم بود و من اون لحظه برای اولین بار بوسیدمش و یه بوسه روی دستش و دومیم روی لپش گذاشتم. خیلی خجالت کشید و کارو بهونه کرد و سریع از پیشم رفت که منم با لبخند ازش خواستم تا از خودش مراقبت کنه. نتونستم تا اومدن بابا اینا صبر کنم و یکم از غذاشو خوردم. مشغول خوردن بودم که زنگ در به صدا در اومد. این بار شک نداشتم که خانوادم رسیدن. بعد از 7 ماه دوری مامان منو بوسه بارون کرد و بابا نمیذاش از بغلش برم بیرون. ازشون پذیرایی کردم و بساط ناهار آماده کردم. همشون از دستپخت یگانه تعریف میکردن و این وسط بابا از همه خوشحالتر بود. چند تا عکسی که از یگانه توی گوشیم داشتم و دیدن و همشون از انتخابم راضی بودن. من که خودم نمیفهمیدم چرا. مامان بابا عجله کردن و گفتن حالا که همون میخواین صبر کردن بی خوده، همین امشب بریم خواستگاریش. مامانم شماره مادر یگانه رو گرفت و از اومدنمون بهش اطلاع داد. منم با بابا رفتم و یه دوری زدیم و بابا به انتخاب خودش یه دست کچلوار و یه جعبه شیرینی و گل خرید و بعد از کلی بگو بخند بهم گفت اون روز که دیدم با کیا میخوای شراکت کنی آینده خوبی رو برات ندیدم. فکر میکردم پسرم ساده است که داره گول اونا رو میخوره و برای خودم متاسف بودم که نتونستم به اندازه کافی خوب و بد و نشونت بدم. اما از یه طرفم هیچ وقت فکرشو نمی کردم که بتونی مستقل بشی و خودت تنهایی همه چی رو بسازی و همچین دختر پاک و ساده ای رو انتخاب کنی. بابا اون شب حسابی ازم راضی بود و میگفت حس میکنه خوشبخت‌ترین پدر روی زمینه. منم خوشحال بودم که هم خودم دارم از اون تنهایی بیرون میام، هم خانوادم دوباره کنار من و هم دارم زندگی یگانه رو قشنگ‌تر میکنم. اون شب به خواستگاریش رفتیم. همه راضی بودن و من هیچ وقت فکر نمی کردم که ازدواج و انتخاب من بتونه اینقدر بی دردسر و بدون مخالفت باشه. قول و قراره جشن و مراسم و گذاشتن و خانواده خودشون بریدن و دوختن و همه چیز طوری بود که من و یگانه هیچ حرفی برای زدن یا مخالفت نداشتیم و همه چیز فراتر از حد انتظاراتمون بود. یگانه با انگشتری که بابام براش خریده بود حسابی ذوق کرده بود. از من بابت اومدنم تو زندگیش و قشنگ کردن دنیاش تشکر میکرد. دختره با محبتی بود و خانوادم ازش دل نمیکندن. بعد حدود 1 هفته اونا برگشتن تهران و من و یگانه رسما نامزد شدیم و درگیر خرید و آماده شدن جشن عقدمون بودیم. که پیامای ناشناسی برام اومد. اوایل نمیدونستم کیه و جوابشو نمیدادم تا اینکه بالاخره یه وایس داد و خودشو معرفی کرد. مژگان بود، یکی از فامیلای دورمون، یه دختر خیلی خیلی خوشگل که تو تهران سالن زیبایی داشت و اوضاع زندگیشون خوب بود. بهم ابراز علاقه میکرد و توی پیاماش سعی داشت خودشو دختری جلوه بده که منو از خیلی وقت پیش که توی مراسمات فامیلی دیده دوست داشته.
و حالا که خبر ازدواجمو شنیده نتونسته دووم بیاره و حرف دلشو زده. نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بدم. اون دختر و عکساش و تیپای خفن و لاکچریش خیلی دلربا بود برام. خیلی چهره جذاب و البته کمی دستکاری شده داشت که هر آدمی رو به سمت خودش میکشید. نمیدونم چرا وسوسه شدم و به صحبتام باهاش ادامه دادم و حتی قول دادم تا آخر هفته برم تهران دیدنش. دیگه خیلی کم برای یگانه وقت میذاشتم و تغییر رفتارم رو احساس کرده بود، اما جرأت حرف زدن نداشت. بالاخره قرارم رو با مژگان اوکی کردم و وقتی یگانه رو در جریان مسافرت یه هفته ایم تو تهران گذاشتم دلخور شد، اما به روش نیاورد و فقط گفت مراقب خودت باش. تهران رفتم. بابام برام یه سورپرایز آماده کرده بود و با خرید یه 206 هدیه نامزدیم حسابی غافلگیرم کرد. و منم اولین کسی رو که سوار اون ماشین کردم مژگان بود. مژگانم بیشتر به جای اینکه از من تعریف کنه و بهم اهمیت بده، همه نگاهش به ماشین بود و یه حس بدی بهم میداد که منو نادیده گرفته. مژگان بلد بود چطوری سر بحثو باز کنه یا مثلا منو کجا ببره و چجوری سرگرمم کنه. وقتی که من با مژگان میگذروندم احساس میکردم توی دنیای دیگم و رابطه‌مو با یگانه روز به روز بدتر میشد. و تماساشو اغلب جواب نمیدادم. یه هفته از تهران بودنم میگذشت و حتی بابا هم فهمیده بود که با یگانه بد رفتار میکنم و ازم میخواستن به آمل برگردم تا آماده بشیم برای مراسمات عقد. اما نه تنها دلم نمیخواست برگردم، احساس میکردم که یگانه نیمه گم شده من نیست و دلم نمیخواست جشن سر بگیره. خیلی تو فکر بودم و حوصله چیزی رو نداشتم که مژگان بهم زنگ زد و گفت امشب منو میبره جایی که همه چیزو فراموش کنم و دوتایی با هم عشق و حال کنیم. بی معطلی لباس پوشیدم و آماده شدم و شب رفتم دنبال مژگان. با هم رفتیم یه خس پارتی تو تهران. من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. احساس بدی داشتم. فکر میکردم همچین جاهایی در خور من نیست، اما مژگان حسابی با لبندیاش منو جذب خودش کرد و انقدری مشروب خوردیم که دقیق یادم نمیاد اون شب چطور گذشت و چی شد که من و مژگان رو تخت کنار هم بودیم. مژگان فردای اون شب جوری وانمود میکرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و یه چیز کاملا عادیه. من اما احساس خیانت و عذاب وجدان داشتم. یک کم بد بود که همه چیز مژگان برام مسخره اومد. دلم آرامش و سادگی یگانه رو میخواست. من دوباره رابطمو با یگانه بهتر کردم و برگشتم آمل و مشغول تدارکات جشنمون بودیم. یه ماهی میگذشت من تماسای مژگان رو یکی در میون جواب میدادم و سعی میکردم رابطمو باهاش کم کم تموم کنم. ولی تقریبا یه ماهی گذشته بود که ازم خواست دوباره برم تهران به دیدنش. هیچ اشتیاقی برای این کار نداشتم. مژگان با حالت عصبی گفت من ازت حامله‌ام بهراد. با شنیدن این حرف سر جام خشکم زد. زبونم بند اومده بود و یاد اون شب افتادم که مست بودم. خرابکاری بدی کرده بودم. برای یگانه یه دلیل غیر موجه دیگه آوردم و سری رفتم تهران. سعی کردم مژگان رو راضی کنم تا بریم بچه رو سخت کنیم، ولی مژگان دریده تر از این حرفا بود. فهمیدم که تمام این رفتاراش همه برای این بود که منو تو چنگ خودش بندازه و از من میخواست که عقدش کنم و نامزدیمو با یگانه به هم بزنم. نمیدونستم باید چی کار کنم. رفتم سراغ بابا و همه چیزو بهش گفتم. اولش یکم سرزنشم کرد. گفت پیش خودم فکر کردم بالاخره تونستی آدمای دور و بر تو بشناسی و از داشتن همچین عروسی خوشحال بودم، ولی تا هنوزم یه پسر بچه هستی که باید مراقبش بود. بابا ازم خواست تا مژگانو بیارم تا خودش باهاش صحبت کنه. مژگان خوشحال بود که راجبش با بابام صحبت کردم. زودی خودش رسوند پیشمون. اما بابام که آدم پخته و دنیا دیده‌ای بود به جای من شروع به صحبت کرد و به مژگان گفت اگه بچه رو سخت کنه بهش 100 میلیون پول میده، اما اگه این کارو نکنه و اصرار داشته باشه تا عروس خانواده ما بشه و وانمود کنه منو دوست داره، بابام گفتش منو از ارث محروم میکنه و همون ماشین زیر پامم ازم میگیره. مژگان اصلا فکر اینجاشو نکرده بود. خیلی حرصی شد، اما با 100 میلیونم قانع نبود.
بابامو تهدید کرد که کمتر از 300 میلیون بهش بدیم بچه رو سخت نمیکنه و عروسشو در جریان خیانت پسرش میذاره. مژگان واقعا دختر دریده‌ای بود که تا اون موقع 1% شک داشتم که برای پول بابام نقشه ریخته بود. بعد از اون صحبت برای من ثابت شد که اون فقط دنبال پول و ثروت پدر من بوده و فهمیدم که چقدر تو شناخت آدم‌ها ضعف دارم. بابا آدمی نبود که پول زور به کسی بده و طبق حرفی که زدش فقط 100 میلیون به مژگان داد. اونم بچه رو سخت کرد اما همچنان منو تهدید میکرد. من دوباره بعد از سخت جنین مژگان به کمی آرامش رسیدم و برگشتم آمل. اما هر بار که یگانه رو میدیدم حسابی جلوش شرمنده بودم. تازه داشتم میفهمیدم چقدر حضور اون دختر برام دلگرمیه و بین ما چه عشقی وجود داره، ولی چشم من نمیدید. میدونستم یگانه خیلی عروسک دوست داره. یه عروسک خیلی بزرگ از تهران براش به عنوان سوغاتی برده بودم. وقتی اون همه ذوق و شوق یگانه رو فقط برای عروسک میدیدم تازه دلیل اینو فهمیدم که چرا انقدر بابام و خانوادم یگانه رو دوست دارن و انقدر راحت تو دلشون جا باز کرده بود. چون یگانه خود واقعیش بود و قدر کوچکترین چیزایی که براش مهیا می‌کردیم و میدونست. اون شب عذاب وجدان ولم نکرد و با خودم عهد بستم دیگه دلشو نشکنم و خیانت نکنم. ترس داشتم که یگانه نتونه تحمل کنه و ببخشه، اما دلم نمیخواست که از زبون کس دیگه‌ای مثلا مژگان چیزی بشنوه و بالاخره با کلی استرس همه چیزو برای یگانه تعریف کردم. یگانه اشک تو چشاش جمع شد و بدون هیچ حرفی از خونه زد بیرون. طاقت قهرشو نداشتم و میترسیدم دیگه هیچ وقت بر نگرده. اما خوشبختانه اونقدر دوستم داشت که بعد از یه هفته منت کشی و برو بیا بالاخره با هم آشتی کرد و یه فرصت دوباره بهم داد. نزدیکای مراسم عقدمون بود که دوباره سر و کله مژگان پیدا شد و میخواست از رابطمون به یگانه خبر بده که خود یگانه خیلی مؤدبانه و مغرورانه جواب مژگان رو داد و تلفن رو روش قطع کرد. من و یگانه یه زندگی عاشقانه و زیبا رو با هم ساختیم. من از اشتباهات گذشتم درس گرفتم و امروز انقدر دوستش دارم که حاضر نیستم حتی برای یه روزم که شده یگانم و همسر عزیزم و تنها بذارم. ممنونم از نگاه قشنگتون. امیدوارم این داستان‌ها راه روشنی رو پیش روی شما باز کنه. برای حمایت از چنل خودتون لطفاً ویدیو رو لایک کنید و منو سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتین زنگوله رو هم فشار بدین.